خب سلام جیگرا. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که ببینیم برق چیه. برق اصلا از کجا میاد، چیه که تو این سیما یه چیزی دست میزنید میلرزونه. این یه اتمه. هر چیزی تو دنیا از مولکول تشکیل شده. هر مولکول هم از اتم تشکیل شده. اتم اگه بذاریم زیر میکروسکوپ و خیلی دقت کنیم و خیلی زیاد باز دقت کنیم میبینیم که اتم از یه ساختاری تشکیل شده که توش پروتون، نیوترون و الکترون داره. پروتون و نیوترون توی هستن یا همون نوکلئوس و الکترون بیرون هسته همیشه داره دور میزنه برای خودش، حال میکنه. برق از اونجایی میاد که ما اگه بتونیم یه راهی پیدا کنیم که این الکترونا رو از جاشون حرکت بدیم، موو بدیم اینا رو از یه جای به یه جای دیگه، باعث میشه که برق تولید کنیم. حالا چجوری ما میتونیم الکترونا رو باعث بشیم که اینا جابجا بشه؟ با مگنتیک فیلد یا آهنربا یا هر چیزی که میتونه تولید مگنتیک فیلد بکنه، ما میتونیم از اون را این الکترونا رو اونقدر تکونشون بدیم که باعث بشه که بخورن به الکترونای اتم بغلیشون، اون یکی هم بخورن به بغلیشون، انقدر همینجوری بخورن به بغلی که مثل مترو تهران یه دفعه از اون بزنه بیرون. این راهیه که ما میخوایم انجام بدیم که ببینیم چی میشه. حالا اینجا برای اینکه بهتر یاد بگیریم برق چیه، یه منبع آب اینجا کشیدیم، اینجا هم خروجیش. به جای اینکه الکترون داشته باشیم اینجا، الان ما توی این آب ریختیم. این هم میشه فکر کنیم مثلا انگار سیمه، همون شیلنگی که از منبع آب داریم میگیریم. حالا هرچی ما آب بیشتر اینجا داشته باشیم، انگار یعنی اینکه ما بیشتر اینجا الکترون رو داریم تکون میدیم، انقدر بیشتر اینجا الکترون ریختیم دارن تکون میخورن. هرچی بیشتر باشه، فشاری که اینجا میخواد اینجا بیاد بیرون بیشتره. به اون میگن ولت یا همون ولتج. اگه آب کم باشه که خب یه ذره است که تا واکنه میبینی اصلا هیچی، اصلا به درد نمیخوره، نهایتا یه ساعت میتونه راه بندازه. بعد ما برای اینکه بتونیم استفاده بهینه ازش بکنیم، باید نسبت به دستگاهی که داریم ولتاژ درست رو انتخاب کنیم همیشه. اینجا منم دوباره اومدم، به من گفته بودن دست نزنید به این برق داره، خطر داره. اینجا من نمیدونم کی اومده اینجا اینو برداشته، الان داره آب با سرعت داره اینجا میره بیرون، میخواد بره. همونجوری که میبینید تو این قسمت الان این ولوه وا شده، یعنی الان ما تمام این مولکولای آب یا الکترون که داشتیم حالا الان دیگه میتونن اینجا بیان بیرون. به این هر چقدر به فشاری که ما اینجا به قول یارو گفتنی داریم که میخواد اینجا بیاد بیرون، فکر کنیم به اون میگم ولتج. چقدر ما فشار داریم اینجا، اون ولتجمونه. حالا چقدر آب از اینجا میتونه رد شه، چقدر الکترون میتونه اینجا رد شه، به اون میگن جریان یا همون آمپر خودمون، یا اینم با امپ با A نشون میده یا آی، این برای آمپره. این یکی هم ولتاژمونه که چقدر ما اینجا داریم، چقدر زور داریم به قول یارو گفتنی میزنیم و اینجا بیایم بیرون. اگه ما الکترون بودیم اینجا هم چند تامون میتونن همزمان اینجا رد شن، به این میگن جریان. حالا رزیستنس یا همون مقاومت دقیقاً مثل همونه. اینا چیزایی هستن که مقاومت میکنن در برابر عبور جریان. الان شما میبینید مثلا ممکنه ما اینجا خیلی ولتاژ قوی هم داشته باشیم، سیم خیلی کلفتی هم داشته باشیم، الکترونا همشون میتونن با سرعت اینجا رد بشن. منتها اگه ما یه دونه مقاومت اینجا داشته باشیم، اتفاقی که میفته اینه که این الکترونا که میان اینجا میخوان رد شن، میخورن به این یکی، به مولکول‌ها و اتم‌های دیگه که اینجا هستن. چون نمیتونن ادلای اینا به سرعت رد شن، از سرعتشون کمتر میشه، تعداد الکترونایی که از این ور رد میشه کمتر میشه. به این میگم مقاومت. ولتاژ فشارمونه. پس چقدر، یعنی ما اینجا الکترون داریم،
که میخوان بیاد بیرون، جریان چقدرشون میتونن اینجا رد بشنه. همون تقریبا همون مثلا شیر آب که وا میکنی همیشه توش آب هست ولی بستگی داره که فشار آب خونه حالا بالاست یا پایینه. این دقیقا مثل اون جریان. این هم که مقاومت. ولتاژ potential difference of electrons، یعنی دقیقا همون چیزی گفتم، چقدر اینجا الکترونا فشار دارن میارن که میخوان اینجا رد شن. امپریج همون جریان یا کارنت، چقدر الکترون میتونه از اینجا رد بشه است. amount of electrons. مقاومت هم که همونی که گفتم باز دوباره pauses the flow of electrons. چقدر مقاومت، چقدر اینجا ما restriction داریم، چقدر اینجا داریم مقاومت میکنیم در برابر عبور جریان. این قانون اوهمه، خیلی چیز ساده ای هم است برای اینکه یاد بگیرین. خیلی 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 ساده است. ولتاژ، جریان، مقاومت، هر کدوم از اینا رو ما اگه نداشته باشیم، اگه دو تا دیگه داشته باشیم، به راحتی میتونیم اون رو به دست بیاریم. فقط لازمه که مثلا اینو کاور کنیم، اینو دیگه نبینیم. اگه ولتاژ داریم، مقدار مقاومت هم داریم، ولتاژ رو تقسیم بر مقاومت بکنیم به ما جریان میده. یا اینکه مقاومت یه چیزی رو میخوایم به دست بیاریم که چقدر اون چیزی که تو دستگاه الان چقدر مقاومت داره ایجاد میکنه در برابر عبور جریان، ولتاژ و آمپر رو داشته باشیم، ولتاژ رو تقسیم بر آمپر که بکنیم به ما مقاومت اون رو میده. این هم همون فرمول، فقط اینجا اینوری نوشته میشه. این هم که W برای وات استفاده میشه. مثلا توی خب خیلی از کشورها برق 220 استفاده میکنن. مثلا شما میری یه دونه لامپ 200 وات که میخری، اون اینه 200 وات. یعنی چی حالا؟ ولت ضرب در آمپر یا جریان به ما وات ها میده. اگه ما وات داریم، مثلا 200 وات، ولتمون هم داریم 220، 200 رو تقسیم بر 220 بکنیم تقریبا میشه 8 امپ برقیه که اون لامپ احتیاج داره برای اینکه کار بکنه. وات چیزیه که خیلی به کار میاد، چیزیه که بد نیست آدم بدونه چجوری به دستش بیاره. حالا اینجا ما یه دونه مگنت داریم، یه دونه آهنربا. دقیقاً اون چیزیه که باعث میشه که این الکترونا شروع بکنن به حرکت کردن. موقعی که این مگنتیک فیلد که توی آهنربا هست از سمت شمالش میاد به سمت جنوبش، اینا موقعی که یه دونه سیمپیچ اگه داشته باشیم مثل این یکی شکل، این آهنربا رو که اینجا حرکتش بدیم، این مگنتیک فیلد با این سیما رو که قطع میکنه هی موقع حرکت، باعث میشه که این الکترونا رو هول میده که اینا بخورن به الکترونای اتم بعدی، اون یکی هم دوباره هول میده به بعدی، همینجوری پشت سر هم میزنن تا بالاخره از این ور سیم میزنه بیرون. شما هرچی تندتر این آهنربا رو تکون بدی یا هرچی بزرگتر باشه این سیمتون یا بیشتر باشه تعداد سیم پیچتون، برقی که از اینجا میاد بیرون بیشتره. الان حالا تو این شکلی که ما الان داریم، الان این سوئیچمون بازه، یعنی اینکه اینجا برق میاد تا اینجا، دیگه از اینجا نمیتونه رد شه چون اینجا قطع شده سیم. از اینجا هم دوباره وصل به این ورش، بازم هیچ چیزی رد نمیشه. برای اینکه الکتریسیتی کارش رو انجام بده، ما مدارمون باید بسته باشه، یه مدار کلوزد سیرکت احتیاج داریم، سیرکت بسته. حالا اینجا لودمون میتونه هر چی باشه، موتور باشه، چراغ باشه، گرمای باشه، المنت باشه، هر چی میتونه باشه. الکترونا میان موقعی که این بسته باشه، از اینجا میان میرن توی دستگاهی که اینجا داریم، کارشون رو انجام میدن، دستگاه رو راه میندازن، دوباره برمیگردن میان به همون جایی که شروع کردن. ما دو مدل برق داریم اکثر جا. حالا یه سری سیستم‌های دیگه هم هست که نمیدونم DC over the AC یا AC over the DC هم داریم، ولی اون زیاد مهم نیست، زیاد چیزی نیست که ما باهاش کار داشته باشیم. حالا AC و DC چیه؟ DC برق باتریه، AC برق شهر. DC بهش میگن دایرکت کارنت، یعنی همیشه یا مثبت یا منفیه. این اگه ولتاژمون باشه، نمودار ولتاژ باشه، اینم نمودار زمان، موقعی که برق DC رو ما چک میکنیم همیشه
یا تو مثبت قضیه است یا تو منفی قضیه است. دیگه مثل بوقلمون نیست دو رو باشه. اینه. این همیشه یا بچه مثبت یا بچه منفی، یعنی یا اینه یا اون، دیگه اون حد وسط نداره. به این میگن دیسی کارنت. برق باتری ها همیشه برق دیسی میدن. AC چیه؟ AC همون بوقلمون است. اینجا از صفر شروع میکنه میاد میره اینجا، پیک ولتاژش اینجاست، یعنی نهایت بالا اومدن ولتاژش اینجاست، حالا مثلا 60 ولت. حالا هر بستگی به البته ژنراتورمون داره این تا چقدر میتونه بالا یا پایین بره، ولی روی این نمودار حالا تقریبا 60 ولته. بعد میاد میرسه به صفر، دوباره میره تو منفی، حالا این سری دوباره میاد تو 60 ولت، انگار تو منفی، دوباره میاد میرسه به صفر. به این میگن یه سایکل، یه دونه کامله، یه سایکل کامله. حالا این چجوری تولید میشه؟ این چجوری تولید میشه؟ ما اگه بخوایم اینو تولید بکنیم بعد بریم اول یه جوری برق تولید کنیم که الکترونا از یه طرف شروع بکنن بیان به این وری، بعدش از این وری بکشونیمشون برگردونیمشون بیاریمش تو نگاتیو. ما اگه این آهنربا رو توی این کویل یا بیرون این کویل فرق نمیکنه شروع کنیم به حرکت بالا پایین حرکت دادن، این باعث میشه که موقعی که این داره به یه جهت میره مگنتیک فیلدش اینا رو اینوری قطع میکنه، از این ور الکترونا رو هول میده. موقعی که داره برمیگرده این مگنتیک فیلدش حالا از اونوری شروع میکنن قطع کردن، باعث میشه که این الکترونا رو دوباره پس میکشه، هول میده از این ور. بخاطر همین این تولید برق AC میکنه. حالا اگه ما این مگنت رو یه جوری درست کنیم که گرد باشه، مثلا این نورتش پایین باشه ساوتش بالا باشه، یا اینکه این کویل یه جوری دیزاین کنیم که اونجوری که به اصطلاح میخوایم ساوت و نورت جابجا نشن، موقعی که ما اینو شروع کنیم به چرخوندن این باعث میشه که برق دیسی برای ما تولید میکنه. اینا هر کدوم کارایی خاص خودشو داره. دیسی بیشتر توی کنترلر استفاده میشه، AC بیشتر برای برق شهر رو برای ترانسمیشن از یه جای به یه جای دیگه بفرستن. خیلی این استفاده کردن از این خیلی راحت تره برای اینکه از یه جایی به جای دیگه منتقلش کنن یا تغییر ولتاژش بدن یا بالا ببرن یا پایین بیارن. این یه مقدار کار بیشتر میبره، ولی خب این برای تمام دستگاه الکترونیک فقط اینو حالیشونه، با این میتونن کار کنن. این بیشتر برای جابجایی نقاط دور یا از سیم از تیر برق به خونه و این جوراها اینا استفاده میکنن، چون خیلی راحت تره با این کار کردن برای انتقال. این درس امروزمون بود. حالا راجع به برق، حالا باز اگه یه موقع سوالی چیزی داشتید یا تو همون کامنت ها برام بذارید، انشالله که وقت کنم جواب همه رو میدم. دمتون گرم، قربون همتون برم، تا برنامه بعد، خداحافظ.